زنازنه مخلصان دسته‌های رفشن و حاصلات. روز 20 ایان بعد انجام بازی دسته‌های رفشن کلاب و حاصلات فرخار میان مخلصان دو دسته از زنازنه رخ داده است. بازی دو تیم در ناحیه فرخار برگزار شد و با پیروزی تیم رفشن کلاب تمام شد. در نوارها دیده می شود که بعد انجام بازی مخلصان به هم در افتاده به سوی یکدیگر سنگ پرتابی میکنند. در ویدیو پخش شده در شبکه‌های اجتماعی همچنین شیشه های شکسته یک اتوبوس هم دیده می شود. سبب سر زدن این جنجال فعلا معلوم نیست و پلیس ختلان هم در این باره شرحی نداده است. دفتر مطبوعاتی فدراسیون فوتبال تاجیکستان 22 ایان به رادیوی آزادی گفت کمیته ترتیب و انتظام فدراسیون این قضیه را آموخته قرار لازم را قبول میکند. در فدراسیون فوتبال گفتند که بازی دسته‌های رفشن و حاصلات در دایره مسابقه برای دریافت جام تاجیکستان انجام شد. زنازنه مخلصان فوتبال در تاجیکستان پیشتر هم رخ داده بود و برای این کار هم دسته‌ها و هم مخلصان را جزا دادند. بینندگان عزیز، همکاران ما این موضوع را پیگیری دارند و در برنامه اخبار امروزه برایتان گزارش مفصل تقدیم خواهد شد.